وزارت نافخویا ترکیه جبو اگر انجامدان اپراسیون لشکری لروجهالات چم فرات سفر برلک را گهانده. لگوری نوچه مدیای ترکیه وزارت نافخویا ترکیه فرمانه که تایبت کو بناوی فرمانه سفر برلک ج سازی و دزگه فرمیین لباجار و باجاروکین هفسینوری لگل روجاوای کردستان را گهانده. لگور فرمانه وزارت نافخویا ترکیه دزگه اسایشی قایم مقام باجیروانی جه اپراسیون لشکری ترکی لسر روجهالات چم فرات هاتن آگه دار کرن. داخواز جوان هاتیه کرن که دیفچونه که لسر درفت و پیوستین خواه جبو اگر اپراسیونی بکن و خو آمده بکن. اجانس سپوتنیک روسی لسازار جدر کلشکری ترکی اشکره کربو که لگوری آمده کاریان و لگوری کوپلان جره هاتیه دارشتن ارتشا ترکی و اپراسیون لشکری لروجهالات چم فرات پشتی ججنا قربانی انجام بده. روها جدر لشکری دا زانیجی که اگر هیا او اپراسیون لشکری جنشکه و وره انجام دان جبر دم انجام دانا ایریشه به پیشهاته و گوهرتنا و گریدایه. جالی خواه جی روزنامه واشنطن پست امریکی را گهانده که امریکا داوین هولا خواه جبو رازی کرنا ترکیه انجام دا. دوی هولی ده امریکا پیشنیار کر که دریجاهی نافچه آرام لروجهالات چم فرات 140 کیلومتر با و برفرهیاوی 15 کیلومتر با. لی ترکیه پیشنیار امریکا رد کرد و ترکیه روش در لسر انجام دانا اپراسیون لشکری. اروها ده پیشنیار امریکی ده هاتو بو کوچکدارین سر به پیاده و لسر سینور نامینن. دورین هفبشین امریکی و ترکی و ورنه انجام دان. لی ترکیه تکزی لسر نرازیبونه کرو گوت اوه نافچه آرام به برفرهی 32 کیلومتر آوا بکه. و که روزنامه امریکی اشکره کریه که ترکیه دخوازه ده نافچه آرام ده دورین تایبت به پنابران هبه. تاکو پنابرین سورین کل ترکیه دمینن لوان دوران بجی ببن.